دخوی سنسوال. نوته‌های بالا: برگاموت، دارچین، اناناس، جاسمین، صدبرگ، گلیوترون، گل افلیسون، عسل، اساس، ایریس، وتیور، صندل، گیتر، مالینا، کارامل، شکلات و دیگر چیزها را در ترکیب خودش دارد. تمامی گل‌ها قریب در ترکیب همین دخوی سنسوال هست. بوی کمتر شیرین میکند، بوی بهار میکند، بوی گلی صدبرگ میکند. صدبرگ تر و تازه به حد دخوی نقص برای همه زنها توصیه میکنم گیرین استفاده برین. عجایبات محقولتان میشود، پشیمان نمیشین از کسی کرده که دخوی او ویولت برای شخصانی حساس، حلیم و قطعی است که با قدرت حسی خود باور دارند. دلیلانه و آینده نظر میکنند، پس پی آرزوهای خود میروند، هیچ وقت تسلیم نمیشوند، خود را در جای اول حس میکنند. آدمانی که به حسی خود باور دارند و نازک طبیعتند. عطر برای همه خیلی شخصان فایده است. از ویتامین ها، از میوه ها و از گل ها فایده داشته است. بوی سیرایش میکند. شخصانی که نازک طبیعتند. برای شما دخوی او ویولت توصیه میکنم گیرین. به حد دخوی نغزه. شخصا من خودم نازک طبیعت هستم. هر خیلی دخوی را پسند نمیکنم. هر خیلی دخوی قطعی عادت کرده نمیتونم، شاکی دردم. اما همین دخوی را که من اولین بار که گرفتم به حد با من پسند آمد. همین دخوی این حال دخوی دوست داشته من از کمپانی فابریک است. به حد دوستش میدارم. بوی سوژ میکنم. جهان زنان سلطنت است که در آن زیبایی حکم فرماست. قوه زن در داخل ماست. ما در بین همدیگر اتفاق جان پیدا کرده و همدیگر را دستگیری میکنیم. بوی میوه شرقی، آهنگ خوشبویی از بوته‌های سرخ و برگاموت آغاز می شود. لطیف و نرم صدا می دهد. گل‌های تأثیر بخش صدبرگ و زنان مطلق را آشکار می کند. تو ملکه دلها هستی. دخوی از صدبرگ، بنفش، بیان، اساس، مشک، دخوی کارلی و آنا برای تمام زنها توصیه داده می شود. توصیه من برای تمام زنها که خود را دوست می دارند، خوشبویی را دوست می دارند، برای شما همین 3 تا دخوی را توصیه می دهم.